چه اتفاقی برای اینا توی زندگی افتاده که تبدیل به همچین شخصیت‌های بی‌رحمی شدن؟ دیوی جونز توی دزدان دریایی کارائیب، اون اول یه انسان عادی بوده و اتفاقاً یه انسان خیلی خوبی هم بوده. توی گذشته یکی از بزرگترین کاپیتان‌های دریا بود و عشق بی‌نهایتی به کالیپسو الهه دریا داشت. به اون قسم وفاداری خورده بود و وظیفه داشت روح‌های مرده دریا رو به زندگی بعد مرگ راهنمایی کنه. در ازاش اجازه داشت هر 10 سال یه بار پا به خشکی بذاره و با معشوقش کالیپسو دیدار کنه. اما بعد 10 سال که به خشکی برمیگرده میفهمه کالیپسو بهش خیانت کرده و به دیدنش هم نمیاد. این خیانت قلبشو میشکنه و وجودشو تاریکی و خشم میگیره. بعد از اون قلبشو از سینه‌اش در میاره و توی صندوقچه قایم میکنه تا دیگه هیچ احساسی نداشته باشه. با این کار اون تبدیل به یه موجود دیگه میشه و نفرین اونو میگیره که تا ابد باید کاپیتان دریا بمونه و ظاهرش به این چیزی که دیده بودید تبدیل بشه. به مرور خدمش هم به شکل یه سری موجود دریایی مرده در اومدن و بعد از همه اینا با یه غم عمیق و خشمی بدون پایان باید زندگی میکرد و هیچ وقت نمیمرد. حالا اون محکوم به یه زندگی ابدی توی این وضعیت شد و از هر عشق و حس خوبی محروم بود که باعث شد تبدیل به یه موجودی بشه که با هر کی روبرو میشه یا اسیرش کنه یا از بین ببرش. چندین سال که میگذره دیگه داستانشو همه فراموش میکنن و همه به چشم یه هیولا میبیننش و تبدیل به یه دشمنی ترسناک برای دزدان دریایی میشه. She pretended to love me. She betrayed me. جوکر توی دارک نایت یه سایکوی به تمام معنا. اون راجع به گذشته‌اش چند تا داستان تعریف کرده که مشخص نیست کدومش درسته یا اینکه فقط به خاطر این گفته تا بتونه با بازی روانی ذهن مخاطبش رو به سمت اون کاری که میخواد بکشونه. اون دنبال ایجاد هرج و مرج و نشون دادن ذات کثیف آدماست. میخواد ثابت کنه حتی بهترین آدما هم توی شرایط سخت بدترین کارا رو انجام میدن. 2 تا داستان راجع به زخم صورتش گفته. یکیش این که پدرش یه آدم دیوونه و الکلی بوده که مادرش رو کتک میزده. یه شب که خیلی مست بوده به خونه اومده، وقتی جوکر رو دیده ازش پرسیده چرا انقدر جدی هستی؟ بعد با یه چاقو دهنش رو میشکافه تا همیشه لبخند بزنه. توی خاطره دوم گفته که توی گذشته یه همسر خیلی زیبا داشته که بدهیای زیادی بار آورده بوده و درگیر مشکلات روحی روانی بوده. یه شب طلبکارا همسرش رو گیر آوردن و صورتش رو زخمی کردن. بعد از اون اتفاق همسرش افسردگی میگیره و دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. برای همین جوکر تصمیم میگیره برای اینکه عشق و علاقه‌شو به اون نشون بده و همسرش رو خوشحال کنه، صورتشو شبیه اون کنه و با یه چاقو شکل صورتشو به شکلی که ما میبینیم درآورده. اما بعد از اون همسرشون رو ترک میکنه و جوکر هم از اون لحظه به بعد تبدیل به آدمی میشه که ما توی این داستان دیده بودیم. لوکی یکی از خدایان فریب و دروغ. اون برادر ناتنی سور و پسر یه غول یخی بوده. برخلاف ظاهر شوخ‌طبع و زرنگی هم که داشتش، همیشه دنبال این بوده که جایگاهش رو توی زندگی و بین مردمش پیدا کنه. ولی از بچگی فقط به عنوان غول یخی بین مردمان آزگارد دیده میشد و فقط طردش کردن و بهش بی‌محبتی کردن. اونم احساس تعلق نداشتن به این زندگی رو داشته. بعد از این که هر کاری برای محبت گرفتن و تبدیل شدن به یه قهرمان کرد، فقط خوردش کردن. اونم تبدیل به ضد قهرمان شد و مسیر بی‌احساسی و خیانت کردن رو پیش گرفت. بعد از اون بین بد بودن و تبدیل شدن به یه قهرمان مونده بود. اگه یادتونم باشه یه سری جاها کارهای خوبی انجام میداد، اما انقدر از دوباره طرد شدن و تنفر گرفتن میترسید، آخرش دوباره خودش یه خیانتی میکرد و به سمت بدی میرفت. حالا اگه برید سریال لوکی رو ببینید میفهمید که لوکی واقعا چه آدمیه و یکی از شخصیت‌های محبوبتون میشه. سریال لوکی هم به نظرم بهترین سریال مارول و حتما باید ببینیدش. حتی نمرش هم بین بالاترین نمرات فیلم و سریال‌های مارول. تانوس از اونجرز. تانوس تو طول زندگیش رنج و اتفاقات تلخی رو تجربه کرده بود که این شخصیتش رو شکل دادن. اون تو سیاره‌ای به نام تایتان به دنیا آمد که یه زمانی یه جای خیلی متمدن و خفنی بود. اما اون سیاره به دلیل مصرف بیش از حد منابع و افزایش الکی جمعیت به سمت نابودی میرفت. اون همیشه این اتفاق رو پیش بینی می‌کرد و راه حلی پیشنهاد داده بود که نصف جمعیت رو به طور تصادفی بدون توجه به جایگاهشون بکشیم. اما ایده‌اش توسط رهبر تایتانا رد شد. آخرش هم سیاره و جمعیتش کامل نابود شدن. این به تانوس ثابت کرد که دیدگاهش برای رسیدن به تعادل جهانی درسته. اتفاقاتی که برای سیارش افتاد اونو به سمت این برد که ایده‌ش رو روی کل جهان اجرا کنه و خودش رو یه قهرمان میدونست و میخواست که کل دنیا رو نجات بده. با خودش قرار گذاشته بود تا به هر قیمتی که شده این تعادل رو به جهان برگردونه و حاضر بود برای رسیدن به این هدف حتی خانواده خودش هم قربانی کنه.
کلا تانوس شخصیت شروری نبود و دیدگاهش این بود که هر کاری هم که انجام میده اون یه قهرمان و سرنوشتشه که باید دنیا رو نجات بده و برای رسیدن به این هدف باید هر کاری رو انجام بده. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. یادت نره که لایک ویدیو رو بزنی. اگه دوست داشتی چنلم سابسکرایب کن تا ویدیوهای دیگه هم از دست ندی.